ثابت کردیم که با وجود از اینکه امکانات بسیار کم ولی با انگیزه با اینمی اراضی مشکل از دشمن تصفیه کنیم و دومی که تلفات خود به اینقدر تعداد کم محدود نگاه کردیم. آفرین. ای که شما به همکاری نیروهای امنیتی تانستین که بدخشان یک مثال بر تمام افغانستان بسازین، تبریک میگویم. در این عملیات که در 3 ولسوالی فعلا جریان دارن و یا تکمیل شده، تقریبا به تعداد 132 نفر دشمن باید یادآور شوم که دشمنای خارجی تلفات داشتن. تقریبا 300 نفر طالب و 200 نفر طالبشان تسلیم شدن. عادی براتون خوش آمدید بگویم. امروز شما را خوش آمدید میگویم. ما در خدمتتان هستیم، برادرای ما هستین. آغوش هر افغان برای هر افغان دیگه باز است. شما را تشویق کنیم که هر کسی که امروزشان در تماس هستین، حتما در امروز قریای دیگه ولسوالیای دیگه در تماس بودین، تشویقشان کنین، توجیه کنین که بیاین در کنار مردم خود باشه. همه افغان هستن، همه مسلمان هستند. یک تعدادی که استخباراتای منطقه هستند که میخواین در اینجا جنگ دوام بتن، یک تعداد دیگر را تحریک میکنن به نام دین و اسلام، ولی در کشورهای خودشون چیزی که میگذره او را باز هیچ چیزی نمیکنن. والی صاحب رئیسای خود انشالله در این روزا روان میکنن که یک بررسی نماین و ما همراهشان همکاری کنیم که اونمو تامینات و تاسیساتی که تخریب شدن پس احیا کنن.